خب دوستان گرامی، امروز روزی بین المللی ژورنالیستان ورزش است و ما با سیر و سفر برآمدیم. نمکک از داغستان گذشتیم و به کفتر رسیدیم. حیران نشوید، این داغستان روسیه نیست، این داغستان در شمس‌الدین شاهین است و اینجا ما در نزد خود مقصد گذاشتیم که محض در روزی روزنامه‌نگاران ورزش با یک جای خیلی زیبایی رویم با نام امام عسکری. درباره امام عسکری هم در رفتی در درون این واخوری یا خود این سیرمون با شما خواهیم گفت. و اولا ما رو با یک خانه دعوت کردن در کفتر و ما چیزهای جالب خوردیم. از جمله چنگالی یا خود فطیر مسکایی که من سالهای زیاد سالهای 80 خورده بودم، اون وقتی که مادرم زنده بودن. حالا باشد اینجا من فطیر مسکایی خوردم و یک چیز دیگر خوردم با نام قیلبات یا خود نمیدونم این قیلبات چی است، ولی بسیار به من پسند اومد. تشکر میگیم برای صاحب خانه که همین گونه طعام‌ها رو برای ما تیار کردند و ما رو هم میهمانداری کردند و ما سرفراز هستیم و روی خود رو ادامه میدهیم. سبب اساسی به سابق ناحیه شوراآباد امروزه شمس‌الدین شاهین آمدن گروهی روزنامه‌نگاران و راهبران تلویزیون ورزش در روزی روزنامه‌نگاری ورزش آن بود که از همین محل 4 نفر همکاران ما علی شریف، مراد تشایف، شیرعلی قربانوف و سعید نوریدین امیرشاهیف به دنیا آمده کمال یافتند و امروز با هم هستیم. بعداً تعریف و توصیف خیلی زیادی زیارتگاه امام مسکره ما رو به اینجا آورد. هوایش معتدل و سلطین است. تا حال زردآلو نپخته بود، اما راهی اتومبیلگردش بهبودی می‌خواهد. تا مکانی که ماشین به آنجا میرفت مسافربری ما حیات ما را برده نتوانست. گاهی تیله میدادیم و خود پیاده به دامان کوه امام مسکره بالا میرفتیم. ماشین ما راهرو برآمد. مجبور شدیم که پیاده تقریبا 4 کیلومتر از پایان تا به اینجا رسیم. یک لحظه استراحت. همه مانده شدند، اما علی شریف با راهبرا رفتند. خب دوستان گرامی، تا آنجایی که حالا شما میبینید ما تقریبا در نزد همون امام عسکری ایستاده ایم، ولی باز بالا رفتن در کار است. ما تقریبا 2 کیلومتر پیاده اینجا آمدیم. بسیار دشوار بود، بعضیا با ماشین، اما ما باشیم پیاده. خب اینجا همه جمع آمدیم و با پیش خب ببینیم که چقدر کی تا کجا میرود. تا اونجایی که ماشین میرفت رسیدیم و بعد استراحت کوتاه صعود ما با امام مسکره شروع گردید.
جا بلنده افسوس تیز میزنه. کدام یک دلسوز آبادکار و خیرخواه راه را هم کنده بود و با آسانی ما بالا می رفتیم. چند چی هست دیگه؟ سه بار چهار بکن. اوه سایراب شو گرختی رگزنگ بگیرم گفته گرختی خیرش بگاش یحیی چی گفته بود چون به جای رسیدیم و کمی فراغت کردیم پیشنهاد شد که با راه نزدیکتر با پیراه ها حرکت را ادامه دهیم و تیزتر به مقصد رسیم. اما این طور نبود. نه آسانی را در برآمدن دیدیم و نه معتدلی حرکت را و نه هوای سلقین را. بیروها و چنگ و خاک و جنگلزاری پر از خار حال زاری ما را بد کرد و نفس تنگ می شدیم. بلندی و شیب پایکوه امام عسکره از 50 درجه هم زیاد بود. دوستان گرامی اینک ما با کوه امام عسکری یا خود به قول مردم محلی امام عسکری جان میرسیم و باید گفت که این تا به اینجا اومدن بسیار راهش دشوار است. تقریبا 3 ساعت ما راه رو طی کردیم تا به اینجا اویم. راهش خیلی خوبتر است اما در قسمت بالاییش فقط راهروهای خرد هستند که برآمدنش بسیار هم مشکل. حتی ببینید این خارها هم آزار به من دادند. در بعض اعضای بدن من هم پی آنها باقی مونده است. خوب هیچ گپ نیست این میرود اما در یاد اون جایی که من ایستادم همین میماند و فکر میکنم که شما هم بعد دیدن این گزارش ما به اینجا میآید تا که ببینید که چی حقیقت اینجا ما رو انتظار هست. کمی بعدتر ما میرویم به اون جایی که باید هم ما اینجا یک نوع دعا کنیم در حق امام عسکری و بعضی روایت ها رو هم بگوییم که امام عسکری از کجا هستند و از کدام اولاد هستند و در اینجا چی کار میکردند. عمل حق ثواب است. برای استراحت خوش و گوارا و خاطرمند باقی ماندن از سیر و سیاحت موضع امام عسکره کدام یک دلسوز و ثوابجوی برای زائرین و سیاحان کت نشست و جای استراحت و شرایط های پختن و تناول کردن را مهیا ساخته است. حتی شب اینجا در هوای تازه و کشاد
خوب کردن ممکن. مهر با شما دوستان گرامی. اینک طور میبینید ما با اون جایی که رختی سفر بسته بودیم رسیدیم و اینجا مهمانای دیگر هم هستن، خیلی زیاد هستن. اینجا با زیارت اومدن. حتما یک لحظه در اینجا بودن خود یک فراغت است. همچنین یک جای خوبی هست برای مسلمانی که اینجا میآیند و خاطر عبادت کردن. عبادت کردن البته این دیر است. اینجا دوستانم از تلویزیون ورزش هم چون گفتم در روزی ایدی کسبی روزنامه‌نگاران ورزش به اینجا آمدن خاطرمان خواهد بود و شما هم این دارید. شاید اینطوری شما هم اینجا میگذرد، هم تو عبادت میکنید، هم درباره اینجا معلومات دقیق خواهید گرفت. اما شما میدونید که اصلا امام عسکری کی هستند؟ از روی بعضی روایت ها این کس پسری امام علی هستند. اون امامی که پیشوای شیعه های جهان هستند و بار هم شده است که وقتی اینها در یک روبروشوی در بربر اینجا پایان میگن، یک حوضی هست با نام بربر، اونجا یک جنگ شدید میشود و دو نفر با هم در میافتند تا به اون لحظه که پسر تقریبا مثل سهراب و رستم یا رستم و سهراب اینجا پدر و پسر به جنگ میافتند و امام عسکری به مغلوبیت دچار میشوند و به سوی اون پهلوانی که به اون کس رمزیده بود جنگ کرده بود میگن اگر پدرم اینجا میبود شما بر من پیروز نمیشدید. میگه پدرت کیست؟ میگه پدر من علی هست، پیشوای شیعیان جهان. اونجا اون کس میگه پسرشون بود و به اینجا میآید و میگه که من ندیدم در مقابل پدرم جنگیدم، خدایا پروردگار مرا طوری کن که کسی نبیند. اون کس اینجا پناه میومد. ما دوامش رو پگاه نشان میدهیم. شاگرد من علی شریف یا خود علی شریفی یا در وقتش علی شریفوف که شاگرد حقیقی من هستم در کسب روزنامه‌نگاری ورزش در شوریی و یه روز در همین نزدیکی من طوری گفتم در کفتر زندگی میکنم و ما همچنین در کفتر بودیم و لکه دیدیم که علی شریف و کشتباری اونها چگونه زندگی میکنن. یک زندگی آسوده هم دارن، بوهای کلون، راههای کلونی دارن که پر از میوه‌جات. اما این علی شریفی در پی آن هستند که دوستان خود را ضیافت بیاهند در همین جا و آماده میشوند. خوب خوراک خرید تیار هست. کار در سمت آماده کردن اولا بلیودی که اینجا معین شده است. اولا مرغ و کارتوشکا را بو بگیرید، نه به طور در روغن بریون کردن رو که اولی که ها ابتدا از این 6 ساعت قدم زنی ها و حرکت های بیشتری که حرکت بسیار با مداریت قوای جسمانی رو اینجا صرف کردند و خیلی هم راه های مشکل و مرکب طی کردن. حتی در مرکب ها گار های زیادی که ما داشتیم حلقه خود مرکب ها هم افتیدن. کار با اون درجه شد که از ساعت 12 و 20 دقیقه تا ساعت 15 و 40 دقیقه کار ما در همین سمت و نقطه نهایی رسید. از روی همون مینیو معین کرد برنامه مینیو معین کرده شده تا می اولین ما همون گوشت مرغ با کارتوشکا بریون کردن. بعد در مرحله بعدی ها دوستان که چون رفقان ما برادران قندی ما همیشه میگن که بررچه این بعدی شاید یک یا 2 ساعت دیگر این کار شروع گردد. اینجا کمی هزمایی که ما وارد اسلام جا ترم نمنوکی رو زیادتر است، در بلندی بیشتر اینجا امکانیت خیلی مشکل تر است که علاوه ما باز هم آو گیرد بیلیون شود و خوبتر شود که کاری ما زودتر شود. اما این منظره زیبا را شما تماشا کنید، نگاه کنید که انسان هر یک کس خود به اینجا آمدن هم فکر میکنم قهرمانی است. مرکب ها افتاده شدن، کار به اون درجه رسید که همه از عقیده و فکر خود برگشتن و بازمی برگردن. خربوز و خربوزهای زیادی که از جا از کجا آوردیم
نقطه نهایی شما همین با کجا رسید بابا یک لحظه اینجا وقتی که نظر بگیریم مثل میدان خربوز و خربوزه است هر کجا زیر آبی خنک گذاشتن ولی من از یک چیز راحت کردم از شوگیر خرها در راه موندن خرها شوگیر تیله دودوی برداشته تا اینجا آورد از همه پیش اومد خب از همه عاشق تو میدونید که من اومدم برای چی من هم نوار گرفتم هم همراه دوستان رو نپرتفتم بعد دوستان رو گفتیم که شما رکزک یا سوکی ما رو میگیرید یک گروه از ما گریختم دیگه شما بود خیریت همین در آخرین لحظه با کمک من اومدم اگر این رکزک من گفتن اینجا خیلی خنک است من عدیال هم گرفتم یعنی کلبه کلام گویا از روی برداشته تو به اینجا بودم خب من فکر میکنم که همش پسی سر شد فرامدن آسان است و وقتی فرامدن تنها یک دشواری است موشک ها اگر از برآمدن از طرف پشت در کنن فرامدن از طرف پیش یعنی کلوتکای تارموز همون کی یاسین ندیدین ما شما جوان یاسین گفت مخلوق کیو میگه چی بریم جا نرین نگهش بعدی شبی نهایت خنک ما اکنون با مزور میریم با مزور امام عسکری یا خود طوری به شما گفتم امام عسکری که مردم محلی این دیور میگویم خب اینجا گفتیم داغستان اینجا کفتر اینجا و چندین جایهای دیگری که محلهای زیست آدمایی هست که اینجا با این افتخار میکنن اکل اوجی میره این اتست رو پولو میره باشه خراب سفره ما این حتی خراب اکای سروشو خیلی خطی خراب میره ای تو خراب میره همون خانه رو من رقم بکنم همین پولو مفره همه خراب برو همه رفتن گیر یگان چیزا میگه شاید دستان یاد یا دستان داشته اینک صبح بر وقت ساعتی 6 ساعت در اینجا ما میبینیم که اینجا مول هم هست علف خیلی زیاد است و چوپان ها مول های خود رو به اینجا میورن البته شاید از همه دیه های گل و اطراف این مزار اینجا برای چراندن مول های خود میویند راهش نهایت دشوار است حالا ببینید این بلندی رو که چگونه حالا همکاران ما میبرند بعضی ها از راه خود گشتن برای چی گشتن برای که بر اومدن باز با بالا بسیار محنت سنگین رو طلب میکنن
همینطور دوستان گرامی ما به در مزار رسیدیم. حتی می‌بینید اینجا از روی نقل‌ها و روایت‌هایی که میکنن تا 40 متر زیر همین کوه ما باید فرود آییم و برای دیدن همون مزار امام عسکری راه یابیم. این با همون میسر باشد یا نه نمیدونم، اما کسانی که به اینجا می‌بینند حتما با دستشون چوب بگیرن، برآمدنش خیلی آسان می‌شود. از طرف دیگر بعد جستجوهای زیاد که از سرچشمه‌های تاریخی، از نوشته‌ها، از کتاب‌ها مورخان درباره امام عسکری چیزی ننوشتند، ولی بعضی از نوحه از شخصانی در نوحه بوده، حتی یک معلمی که اینجا به ما نقل کرد، اینجا هنوز در سالهای پیشین امام عسکری اقامت میکرد و در یک جنگی که بین عسکران به وجود میآید در همون پایان در بربر نام جای هم هست. اینجا کربلا هم هست، کربلایی که در عراق هست، یک دهه خورده به نام کربلا هم وجود دارد. ماخذهای علمی دلیل به آن می‌دهند که تاریخ امام مسکره یا خود امام حسن عسکری را خوب می‌شناسد و این امام 11 شیعیان جهان است که سال 232 هجری قمری به دنیا آمده در شهر سامیرای عراق امروزه سال 2060 هجری به شهادت رسیده است. امام 12 شیعیان جهان امام مهدی پسر اوست. چون روایت ها درباره امام ها و علمای دین و تبلیغگر و دانشمندان دین مبین اسلام در ممالک اسلامی زیاد است، مردم پیوستگی خود را با آن خیلی نزدیک می‌بینند و همین گونه آرامگاه و زیارتگاه ها را در مفکوره خود چون مقدسات جای داده روایت ها می‌آفرند و ارج می‌گذارند. امام مسکره از همین قبیل است. با دلی پاک و روشن، بی کینه و عداوت، بی غرض زیارت به جا آوردن و دعای خواندن که در پی فلسفه کردار نیک و رفتار نیک و گفتار نیک را باقی می‌گذارد، دلها را تسکین می‌بخشد. باوری مردم را به این زیارتگاه تنگ و تاریک با روشنایی دلها به قلب آن می‌برد. درازی بیش از 30 متر را نه همه فتح می‌کنند. خف و خطر زیارتگاه را به فهم می‌آورد و آنها از نیمه راه برمیگردند. گروهی 5 نفره ما تا به آرامگاه رسید. آب چشمه از این سنگ جاری بود. میگویند که اینجا در بری این مرقد عصای سنگینی بود، اما زائران و سیاحان برای یادگاری این سنگ را پاره پاره با خود بردند و آن از بین رفته است. عجب، چکره‌های سفید مانندش را شیر شتور میگویند. آبی که از تنه سنگ به سر و لباس میچکد تا بیرون از آن نمی باقی نمیماند. اینک دوستان گرامی ما به مقصد رسیدیم. ما به اون آرامگاه رفتیم، اما راهش بسیار دشوار و تنگ. گاه با شکم رفتیم، گاه راست گاه نیم راست. خلاص به مقصد خود رسیدیم، ولی چیز دیگر رو هم اینجا من احساس کردم. قسمی زیادی از اونهایی که به اینجا میآیند زائرین، آنها میترسند و داخل نمیدرویند. با گروه ما هم همین طور بود، اما ما توانستیم به مقصد خود رسیدیم. شما هم بیایید زیارت کنید، خیلی خوب است. بسیار تأثیرات نیک با شما باقی میماند که با نسل‌های آینده خواهید گفت. سلام علیکم، شکونکو باهاتون خوب است؟ این مال شما است، مال کی است؟ مال جمعیت است یا شخصیتتون است؟ مال داغستان؟ مال خلق؟ چه خیلی هوای خوب،
چقدر به ما شما بوی طبیعت میرسد، بوی کوکوتی، بوی علف‌های هر گونه. یک لحظه شاید من جوان شدم، باز جوانتر. ما چیکار کنیم؟ درام آوردیم چقدر یک کلوری ورزشی از درام کرده بیرن و ببینیم کدومش رو میبینن. دوست این نه این دست علافداری میدیم دوره که ما بودیم این گونه دوست نبود. دوستایی که ما میداردیم بود دست یعنی بعد که مرد سیم کوسی